یکی از سرچشمه‌های این آموزش برای مردم ولایت خرطوم میتواند که روزنامه خرطوم باشد که من پیوسته از این گازت خواندن میکنم و در صفحه های گوناگون او فکت و رقم های را میبینم که برای تمام مردم بسیار ضرورند، لازمند و باید که همه ما این را بدونیم. ما که اهل صنعت هستیم، اهل فرهنگ هستیم، در صفحه های گازت خطلان مخصوصا موضوع های در اطراف فرهنگ، در اطراف هنرمندان، در اطراف مکتب‌های صنعت، در اطراف باغ‌های فرهنگی و تمام قسمت‌هایی که با ژانر موسیقی گوناگون علاقه‌مند هستند نوشته میشن و ما می‌توانیم که از همه اون نویگری‌هایی که در تمام شهرهای ولایت و جمهوری برگزار می‌گردند با خبر باشیم. از این خاطر از همه بینندگان و شنوندگان می‌خواهم خواهش کنم که به این گازت ابونه شوید و از سرچشمه‌های با اعتمادی تمام کشور با خبر باشید.